سلام رفقا، روز دومه. همین که برگشتی یعنی جدی هستی برای تغییر. بریم سراغ گرم کردن. در 1 دقیقه پرش درجا، 1 دقیقه هم گرم کردن مفاصل رو انجام بدیم برای جلوگیری از آسیب دیدن مفاصل. بعدش میریم سراغ 1 دقیقه دویدن زانو بلند برای افزایش ضربان قلب و افزایش جریان خون در عضلات برای آماده شدن واسه تمرینات اصلیمون. بعدش میریم سراغ اسکوات جهش، آماده میشن عضلاتمون، بخصوص عضلات پا و کمرمون آماده میشن. حرکات کششی و اینجا 1 دقیقه انجام بدیم، کم کم آماده شیم بریم سراغ تمرینات اصلیمون. بعدش میریم سراغ اسکوات 3 ست 15 تکرار. بعد اون میریم سراغ حرکت پوشاب 3 ست 12 تکرار. بین حرکات حتما استراحت داشته باشیم. بعدش میریم سراغ لانگز 3 ست هر ست 12 تکرار. یه چیز ازت میخوام دوست عزیزم که حتما تو تمرینات ثبات داشته باشی. پلانک هم هست 3 ست 30 ثانیه‌ای، بینشون حتما استراحت داشته باش. بعدش برای حرکت آخر میریم 3 ست 15 تکرار برای پل باسن، بالای مکس کوتاه داشته باشیم.